سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم براتون یه مادربرد خفن از برند ایسوس مدل Z790 PA-D5 معرفی کنم. این مادربرد میتونه از جدیدترین کارت گرافیک ها و پردازندهای بازار یعنی نسل 12 تا 14 رو پشتیبانی کنه. اگه میخوایم با جزئیات بیشتر این محصول آشنا بشیم با من بیایید. اقلام همراه مادربرد Z790 PA-D5 شامل 2 تا کابل ساتا، پنل پشت مادربرد، دفترچه راهنما و پیچ‌های M2. اینجا یه سوکت CPU LG 1700 داریم که از پردازنده های نسل 12 و 13 و 14 پشتیبانی میکنه. 4 تا اسلات رم با مموری 2 کاناله وجود داره که تا 192 گیگ رم DDR5 از بازهای 4800 تا 7200 رو ساپورت میکنه. یه عدد اسلات PCI Express نسخه 5، 3 عدد اسلات PCI Express نسخه 4، یه عدد اسلات PCI Express نسخه 3 و 3 عدد اسلات M2 که یکیش زیر این هیتسینک قرار داره و اینم چیپ اصلی مادربرد Z790 مونه. 4 تا سوکت ساتا اینجا قرار داره که برای وصل کردن DVD رایتر، SSD و هارد دیسک استفاده میشه. 5 تا هدر RGB برای فنهای RGBه که توی کیستون میذارید. میریم سراغ پنل پشت مادربردمون تا با جزئیات بیشتر اون آشنا بشیم. اینجا 2 تا خروجی تصویر داریم به اسمای دیسپلی پورت و HDMI و فرقشون اینه که کیفیت دیسپلی پورت بهتر از HDMI. PS2 کمبو یا ترکیبی اون رو داریم برای وصل کردن کیبورد موس‌های قدیمی استفاده میشه. 4 تا USB نسخه 2 داریم. 2 تا USB نسخه 3 و 2 نسل 1 داریم. یه دونه USB نسخه 3 و 2 نسل 2 داریم. تایپ سیمون، پورت شبکه یا لنمون و 3 تا جک صدا که برای ورود و خروجی صدا استفاده میشه. نمای کلی مادربردمون و اینم پشت مادربرد.